خب درودی به پایان و کل مخلص هموطنا و برادرایی که ما را پیگیری میکنن و فکر نظر خودشون سالمانه زیر کامل می نویسن. سر از این بابت در همه ویدیوم تاکید میکنم کدومی که کلمه دشنام و نوشته میکنن در کامنت گویم که فکر نظر سالم نداره زیر برنامه، یعنی مسئله در برنامه نمی نویسه جاش دا بلاگ میشه آمدن از طریق بناموس دا که یک دونه بناموس باشه از 10 بناموس دا خوب است. یک دونه انسانی که فکر سالم داشته باشه پرجدت میکنم جاش دا بلاگ اونجا یک قریب 70 نفر بلاگ کرده رفت دست ویدانی گفتیم دیگر رو طریق آدم در کار نیست. خب ملاگرها گفتیم یعنی که ملاگرها امروز بازم سحر نوارا میکشویم یوتیوب و فیسبوک هم میبینیم باز هم شکار ریش یعنی در تاجیکستان سر شده است ریش و سطر باز هم گوییم که حمله کردن بر ریش سطر شده است. ببینید دوستای عزیز اولا من برای شما میگم که دوستای عزیزم اگر که شما ریش مونده نتونین اگر ریش حمایه کرده نتونین نمونینش ریال نمونین نیستوی تای مونده ریش مرد میمونه نامرد نه. در باره سنت بیایم اگر چی به شما پیغمبر دو سنت چه میگیرین ریش و زن سطر ریش زن سطر ریش زن چهار زن سطر دیگه سنت نداره. ریش برای چی صحابه و پیغمبر ریش میموندن سبب چی بود میدونستین برای که او دفاع کردن میتونستن. شما باری هم غیرتی صحابه را بگیرین سنت کنین شما باری هم غیرتی پیغمبر را بگیرین سنت کنین براتون. و من راست چه میگم کدامی که حمایه کردن نمیتونه حرامش بود برای او موندن ریش یعنی نیستویته دیگر کجا گویم که خطه آورا میکنه کجا نمانه هایده همون خوبتر میشه. و در باره ملاگرها میگم اساسا زیانی اصلی نابودشوی دین ده خیلی همین ملاگرها وردن رساندن یعنی ملاها میگن که شما چقدر اعتقاد دارین که اونا همه بگیم که آوردن در همین حالت رساندن امروزه مسلمانی را شما میگن میراث بر پیغمبر است میراث پیغمبر این اینجا آوردن رساندن. سبب چی است؟ سبب چیزی است که میگفتن سیاست حرام است یعنی این کلمه بود که هر یک مسلمان از سیاست دور کردن بود واقعا. ببینید در داخل توالت نماز خونده میشه و درست است نماز خوندگی اگر در درون توالت نماز بخونی در حالتی که شانس باشه توالت درش کدام میخ کده باشه تو درون توالت نموندی درش کدام میخ کدگی است یکی شانس داری بشکنی در توالت و ببروی در یک جای توزکک نماز بخونی اما در همونجا خوندن نماز درست هست در درون توالت بگوی که خیلی در ما میخ کدن ما برومدن نمیتونم این همینجا نماز ما میخونم درست هست؟ البته درست نمیشه در حالتی که هست فرصت تا بشکنی و تخت را چپکنی و دیوارا و ببروی توالت بیرون نماز بخونی. در حالتی که سیاست حرام باشه او دولت حرام میشه در داخل او حرام شیشته نماز خوندن درست است در داخل او حرام زندگی کردن درست است و وقتای آخر در حقای سیاستمدارا دعا کردن کلمه خوبی که خدا را هدایت کنه تمام همین قدر. خدا اول ترا هدایت میکرد او را نه خدا اول ترا هدایت میکرد که تو ناموس میداشتی میخستی و بگیم آزادی خطا طلب میکردی اون وقت ما میگیم که بله تو آزادی کردی هیچ کار نکردن. سبب اصلی که دین اومد بینمی تحقیر بینمی تنقید زد یعنی سبب اصلیشون نمی میراث برای پیغمبر میگین که شما ملاگرا این همی هستن باور کنین دوستای عزیز. درست تمام میفهمم بله زمانی بود که اگر سوال بودی
چرا برای سوال دادن حکم قتل میتن. حاضر هم در افغانستان همون چیز رفته ایستاده است. یعنی کسی بیچاره اگر که سامنه هم داشته باشه، یعنی که چشم همه پیشا میگه راست گفتی دوملو، تمام میروه، حقی سوال کردن نداره. اما امروز در پیش من بشینن دوملو، ما پرسم کدام سیاست حرام بود؟ کدامیش؟ چرا در داخل حرام تو زندگی کردی؟ چرا پول حرام گرفتی؟ چرا پول کافر برآوردگی کاغذ ایدمش قدر میدوی؟ چی با نمیره حلال زمین نمیکاری بگیم که دهقانی کنی بخری؟ چی با میره ای مغازین چیز میخری؟ چی با تو ماشین سوار میشه چیزی که کافر برآورده است؟ چی با تلفن دستت بگیم که کافر برآورده است در دست تلفن میگیری میگردی؟ چیکار کردین شما وابشت؟ چیکار کردین بغرجم لق 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 هزار زن ست زن ریش مرد هزار زن ست حرام است سیاست. شما اسلام نابود کردین، مسلمانی را شما نابود کردین. با خدا کسی دیگری الکش نابود کردگی نیستی را، کسی پیونسکا کسی بگیم که از خدا معلومات نداره و خبر نداره اون نابود کردگی نیست اسلام. او اسلام دا داغ آوردگی نیست، او هم پیونسکایی خچکت گشت، او گپ هم نزد. اسلام شما نابود کردین، شما بالتات کردین بالتونوکو هیچی دست و نداشتین، هیچی. یگان پروگرام ساختن بردن دولت داری نه، فقط سیاست حرامه چخه نشه بچه. هزارها صد هزارها میلیون ها جوان هایی که باید امروز یعنی ایمان داشتن، انصاف داشتن، ناموس داشتن باید در سیاست باشن، شما او را از سیاست حرام گفته دور کرده نسام دل دور کرده و نمی دستی بگیم دزد غارتگر بیخدا این هم یاد اومد زد این بگیم سیاست. انا که شما گشتین حالی هم رقص کرده، انا امروز حمله باریش میکنن، اینو حمله با سطر میکنن. با خدا قسم کام حمایه کردن نمیتونه، حرام است برای او، حرام است برای او. نمو ریش خیلی پرستای نه، حرام است. کدامی که حمایه کردن نمیتونه، ایما سنتی نیست، ریش ما سنتی نیست، ریش ما پروستا خنده معقوله هم خیلی خلاص، یگان گرام ربطی یگان چی نداره، پروستا اینجا پلیتسیم دست رادار قطعی استوده، اینجا هم رادار قطعی برو مدنی کم کمی خدا هیچ گواری نداشتیم، اینجا رادار میبرویم برام. حرام است انسانی که دفاع کردن نمیتونه ریشه و میگه که من سنت میکنم ریش میمون. اولین انسانی مسلمان این بگیم که شجاعتی صحابه را سنت میکنه برای خودش، غیرت صحابه را، غیرت پیغمبر را، بگیم که سیاست پیغمبر برای خودش سنت میکنه، نه ریشه نه ریشه. اگر شما سنتجو باشین کو پس ندوین ای پشت پول کاغذ، значит زندگیتون با همین روزی همین مونده است. پس کدام سنت میگین شما؟ از کدام گفتی هم گپ مسلمانی میرین حرف میزنین؟ یعنی که یا با روش زمانه باید رفتار کنیم و بگیم یا کی نباشه، بس کنین لغلق زیادی را، بس کنین نسمم دلی بس کنین. ولیتش هم در اینترنت گوش کرده استم میگه که موسی علیه السلام پیش مزار قطعی میگذشت، میگن که موسی علیه السلام میگذشت پیش مزار قطعی با مزار مرده ها سوال داد که زنی شما را دیگرها گرفتن، زنی یا را دیگرها گرفتن، مال ملک شما را دیگرها گرفتن. من میگه که استاد هیچ که جواب نداد، بعد خودش جواب داد یا لگیچ چیز نمیگن ده، لگیچ نه خیلی استیکاوات کنه ده یک چیز. تاگی جا میدونی حضرت موسی چی گفت؟ اصلا اولین چیزی که میگن. خب بعد آدمی که زنی دیگر را گرفت اون هم میبره، لگیچ نه چیز. آدمی که زنی دیگر را گرفت، آدمی مال ملک را گرفت، میگن که ما باید به خدا نزدیک باشیم. در تمام همین سخناشون مال ملک میروه، بایگری مال ملک میروه. من به خدا میشینم بعض حالت ها هم اسپکتاکل را گوش میکنم، انیکدوت را کو
پروژینای سر کو سرخ میشوه در بالای سر اگر چوینی کمانی کو میجوشه چوی میشوه همین قدر بگیم که دردت میکنه فقط گپ دروغ کدام گفته همو بگیم که پیغمبر همونی که نقل میکنه شما در مسجد برای مردم میگن کدامیش خودتون اجرا کردین کدامیش کردین یتش بگین برای من یگان تاش نکردین یگان تاش پروست استفاده بردین از مردم لخطرون بگیم لخطرون کردین مردم پول کار کردین زندگیتون بردین ملایی که میگه که مال کافر حرام است کافر است حرام است مالش پس کافر باشه مالش حرام است کجا تی استفاده میبری کجا جای نماست خیتایی میبروره چای نکی که چای میخری خیتایی میبروره و خدا قسم دسترخوانی که اوقات نان تمیمانی میخری خیتایی میبروره ماتریالش قد من نمیفهمم کجای تو دیگه مسلمان است کجای تو سنت موندگی است کجاش از کدام دیگر تو سنت گپ میزنی در همین حالت من هیچ نمیفهمم میگه زنو سطر کنی زنای عزیز برایش ما یک میگم بگه سطری حاجی میرزا میبروره یا کی نمیدونم اما گفته ملو فیرما میکشویا زواد میکشویا پخته خودمون ابرابودکا میکنه و سطر میسازه از او و ما او سطر میکنیم تمام ما خیتویش نمیکنیم میدونی نمیره میگه سطر خارجی است فرض کردیم مایلی ریش هم خارجی است ریش در بدن انسان میبروید یا خارج میارن میشنوننش سطر خارجی مایلی قبول ندارین عجایبات زور قبولش نکنید تلفن دستون کجوگی است توجیکی است خونه تومدگی دسترخوان چوینی تلویزیوراتون همش توجیکی است پس چی با ایمینا سطر خارجی را قبول نمیکنیم چی با برای چی قبول نمیکنیم چی با تلفن هم میگیرین خارجی است چی با تلویزیون را تماشا میکنین خارجی است چی با ماشین از سوار میشه خارجی هست برای چی چی با ایمینا یک سطر خارجی بوده است این چی خیلی تقسیم کردنه رس از خارجی دست میکشین از همش دست بکشین خارجی را بگین بوده در کار نیست ایش خارجی است ما استفاده نمیبریم تلفن استفاده نمیبریم یوتیوب استفاده نمیبریم دیگر چیزا را ما استفاده نمیبریم سببش که خارجی است ببروی این گپ زنی مردک هستی پس ایسش هم قبول نکنه این چیزاش هم دیگه قبول نکنه اینه ای هست اخمق بازی اینه ای هست مایمون بازی امام علی نمیقدر سیاست داره در تاجیکستان از این دیگه سیاست امام الرحمن نداره فهمیدی این پروستا هیچی نیست دیگر ها شیشمورا مردک هستی دفاع میکنی بمانش نمیتونی دفاع کرده نخریم بتراشکو امام علی با چیکار میکنه سطر زن تا حمایه کرده میتونی مردک هستی زن تا بگو سطر کنه نمیتونی حمایه کرده کو زستوید نک زنک ایسه امام علی لیچکه ایسه تو سطر برکه ایسه امام علی لیچکه ایسه تو سطر برکه در بالای زنک دیتا مردک زوری نکنین بنا مردک و یت دای طرف یت دای طرف میتونی زن تا حمایه کرده سطرشه کدامی بیا گپ زده میتونی جواب داده میتونی پس برو بگو کی زنک سطر که ریش خطا میتونی حمایه کرده کسی بیا بگه که ریشت دندان شب کنی برای گپ زدگیش زبان شب کنی میتونی کرده ریش بمون نمیتونی او برای تو حرام است سنت نیست حرام است برای تو میدونی برای چی برای که پزار میکنی اونم ریشه فهمیدی سنت پیغمبر اکو زیر پا میکنی تو میکنی زیر پا میمونیش حمایه کرده نمیتونی خونه تون بود باشه گفتی هم گپو سرتون بلند باشه فکر نظرتون زیر کامل میتونی بنویسی ما گفتنی زیاد دارم وقت کم دارم نمی زندگی نمی مایب کدگی است نمی ای سر تو بگه دوادا و پروپر کار نمی وقت کم است یعنی گفتنی زیاد است باقی مونده شما میتونین زیر کامنت چیکار کنین بنویسین سلامت سربلند خونه تون بود باشه حقارت نوشتگیتون اتوماتیک بلوک فرق نداره او کی هستی